سه دینه که بیان کردیم در دنیا همچنین دین بودایی بود. دین بودایی تخمین 2500 سال قبل از تولد حضرت عیسی علیه السلام پیدا شده است. اساسگزارش یک شاهزاده هندی بود. یک شاهزاده هندی از خانه پدرش خارج می شود، چند مدت در ابتدا عبادت خدا میکرد، بعدا متاسفانه آمد مردم خداش گفتن، گیتا ما گفتن یک شخص. و این دین بودایی تا به حال عالما در تعجب هستند که آیا همیا به خدا باور داشته باشند یا نه. در انسیکلوپدیای بریتانیا آمده است، میگه تمام علمای حتی معاصر بعد این قدر تحقیقات ها حالی هم به یک خلاصه ناومدن که آیا همیا به موجودیت خدا باور دارند یا نه. دین بودایی از دو حصه عبارت است. دین لمائیزم میگن که سردارش هم دلای لما است، تیبتی، و دویمش یک حرکتی که در ژاپن در کره او را قبول کردیان. در امریکا وقتی که ما بدیم یک عده از دملوها به یک معبد بودایی ها بردن ما. یک نفرش آمد و همون نماینده بودایی های کره بود است. او طوری گپ زد او بدبخت بر روح باور ندارن، نعوذ بالله، به خدا باور ندارن، به زنده گشتن بعد مرگ باور ندارن. عجیب کار ببینه که دینی که به خدا باور ندارد، جریانی که به خدا باور ندارد، تا حاضر عرض وجود میکنه، تا حاضر در دنیا هست، تا حاضر طرفدارا دارد. وقتی که شخص به خدا باور نکرد، به روح باور نکرد، از دستش همه کار چشمدار شدن ممکن است. آدمی که همه دنیا را همه چیز بدونه، فرقی بین او و بین اتئیست چی است؟ اگر چنده که بودا بت پرستی نیست، اما آهسته آهسته آمد در همین سرزمین. ببینه بود و بودا در میان مسلمان ها هیچ تفاوت بینشون نیست، هرش یک معنی را میتن. اما بت پرست شدن، صورتی همون پادشاهشون همون شاهزاده را کلان میکنن، در نزدش سجده میکنن، سر میچکن، قهقرن قفا میوین، حقوق ندارن که با پشون سینه هم کنن. در برابر این با دین هندویزم در هندوستان، دین هندویزم 330 میلیون خدا داشتی، نعوذ بالله. گاوم خدا است نزدی اونا، شاید خرم نزد خدا باشه، ماریکاب را برای اورج خدا ای. هر چیزی که در نظرشون معقول میشید خداش میگفتن. با پگه اگر لازمش میشید میخوردنش، با یک خدای دیگه انتخاب میکردن. این جهالت، این نادانی. 330 میلیون حساب کردیم، 330 میلیون خداها داشتیم. نه اینکه هر یک قبیله یا هر یک قوم یا هر محله، هر خاندان صدها خدا داشت، هر یک خاندان ده صدها خدا بود. و جور و ظلم به حد رسانده بودن که مردم به طبقات مختلف تقسیم میکردن. بسیار جور و ظلم کلام بود، کسته ها بود. همه کسته شاید در هندوستان تا حاضر وجود داشته باشه. موافق دین هندویی تمام مردم به 4 کسته تقسیم میشدن. کسته از همه بالا کسته براهیمه، طبقه برهمن ها که یا مقدسن، یا را نعوذ بالله قریب خدا میگفتن، به حد خدایی برداشته بودن. کسته دیوم کسته شطری میگن، یعنی جنگاوران، سپاهیان. کسته سیم با نام ویش یاد کرده می شود. همه یعنی هنرمندان و کاسبان و دهقانان، اینا در همی کسته بودن. و نهایت کسته از همه پست نفرت زده که نجیس می گفتنش و نجاست شو می گفتن. یک کلمه عجیب است، اجور بود یا چیزی به همین مانند بود، به همون نام یاد شو میکنن، یعنی نجیس. میگن خداوند همه را خلق کرده، به همون لای پوهاش گرفت شوشت، همین قوم کلوله کرد گرفت مون. بنده های خدا را ببینه به چی چیزا تقسیم میکنن. این کسته آخران یا بیچاره نه حقوقی
مال و ثروت جمع کردن داشتن، حتی حقوق نداشتن که دستشون در بدن همون به رحمان برسونن، یا نجس حساب میخوردن. تا همین درجه را انسان پس زدگی بود. همین پستی و رذالت در دین زردشتی از اونا کم نبود. افسوس صد افسوس که وقت کم مونده است، امکان ندارم که من برای شما بیان کنم. اما من چندین بار قصه کردم که چی نوع مردم عوام رو، بیچاره ها رو، اگر چند بعضش مال و ثروت داشتن نمیگذاشتن که معلومات عالی گیرن، نمیگذاشتن که در مدارس تحصیل کنند، دبیر شوند. همین جور و ظلم در همه جا بود. پس وقتی که خدای تعالی رحمت عالمیان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو با کتاب آسمانی قرآن مجهز از برای نجات بنی بشر فرستاد، مردم نفسی تازه گرفتند، قامت مردم راست شد، مردم آرام شد. شیخ طه عبدالله عفیفی در کتاب من وصایا رسول یک روایت، یک قصه را آورده است از زمان حیات بیبی رابعه ادویه رحمها الله. بار میگوید یک دوست شبانه به خانه به حجره رابعه ادویه می آید. از بس که بیبی رابعه بسیار مشهور بود، تا امیر بصره به زیارتش می رفت، تمام حکومتدارا و زمامدارا به دستبوسی و به زیارتش می رفتن. این بیچاره دوست گمان کرده است که خیلی مال و ثروت دنیا دارد. شبانه دزدی میدروید، این طرف و او طرف میکوبد که غیر یک کوزه دسته شکسته که در درونش آب است در خانه چیزی نیست، نه یک پلاسی و نه یک لباسی و نه یک متاع دنیا. وقتی خجل می شود قصد خارج شدن از خانه را دارد که بیبی رابعه بیدار بده است، از قفا صداش میکنه: یا هذا این کنت من الاسکیا فلا تخرج بغیر شیء. برادر گفت اگر آدمی به عقل بخیرت باشی دستی خالی ای خانه نبرو، من شرم دارم که تا ای خانه من دستی خالی ببروی. گشت گفت: یا سیده لم اجد شیئا. ای سیده گفت آخه در خانت خاک نیست، چی برام؟ من دزدی در آمدم، نه که هیچی نیست. دیوخی هیچی نیست، هم یک کوزه دست شکسته هیچ کده در کار نیست، کجا برمش آخه؟ بیبی رابعه گفت: یا مسکین توضع بهذا الابریق وادخل هذه الحجره وصلي ركعتين فوالذي لا اله غیره لا تخرج الا بشیء. مردی مسکین گفت همون کوزه دست شکسته را بگی طهارت که آب داره، در انم حجره بدرو، 2 رکعت نماز بخوان، قسم به خدایی که غیر او معبود نیست، دستی خالی اینجا نمیبروی، من برات وعده میتم. این بیچاره دست خیال کرد که یگان دیناری به جایی داره میتم، به طمع دنیا رفت کوزه را گرفت، طهارت کرد، داخل حجره شد، در نماز ایستاد. وقتی که تکبیر تحریمه را گفت در نماز ایستاد، بیبی رابعه دست به دعا برداشت: به شب درهای رحمت پروردگار باز است. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند. هر جا که بود در به شب در بندند، الا در دوست کن به شب باز کنند. دستا را برداشت دعا کرد، گفت: سیدی و مولایا هذا اتی بابی فلم یجد شیئا عندی. ای مولای من، پروردگاری بزرگی من، همین مرد خانه من به طلب چیز آمد، نزد من چیزی نیافت. فاوقفته ببابک فلا تحرمه من فضلک و ثوابک. پروردگار من نزد در تو قایمش کردم، نزد در تو بازش داشتم، از رحمت خودت، از عطای خودت پروردگار ایران محروم نگردانی بنده را. و در حق او بنده یک دعای خیری کرد. قدرت پروردگار وقتی که سر در سجده گذاشت، یک نوری تجلی در قلبش غلطید که این مرد خدا مست شد، دیگه دنیا را فراموش کرده. فراموش کرد که در خانه آدمی بیگانه هستم، فراموش کرد که بیبی رابعه وعدش کرده است که یگان چیزت میتم.
در همون سجده الهی ایستادگی آبی دیده 6 قطار الله میگفت و میگریست و وقتی میگه بی ربیعه نزد در حجره اومد که این چی گریه داشته باشه، صداش شنید که زمزمه میکنه با آبی دیده بناله اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی و تخفی ذنب من خلقی و بالعصیان تأتینی. وقتی پروردگار بزرگ از من سوال کنه که از من شرم نداشتی که عصیان کردی؟ تو او گناه و کمبودیات از مردم پنهان میداشتی، از من پنهان کردن نمیتونی که. با کدام رو تو عصیان کردی؟ با کدام رو سرکشی کردی؟ فما قولی له لما یعاتبنی و یقصینی. وقتی که خدای بزرگ مرا از درگاهش برونه دیگه کدام خاکی را در سر کنم؟ میگه چنان مست مغرور شد تا دمیدن صبح صادق تا صدای اذان شنیدن سر از سجده نبرداشته است. بعد میگه خیست همین روش نور میباره. بیبی رابعه گفت کیف لیلتک یا اخی، برادر اسلامی شب چه خیل گذروندی؟ گفت بخیر الحمدلله. پیش پروردگار با یک عجز با یک عاجزی و بیچارگی به گردن کج ایستادم. خدای بزرگ میگه گناه ما بخشی، فقبل عذری و غفر ذنبی. گناه ما بخشید، عذرها و بیچارگی ما قبول کرد و ما را به مطلوب و مقصد رسانید. این شب انیک فضیلت ها داره، خاصتا شبی که ما و شما قرار داریم و اتفاق علما است که الحمدلله رب العالمین این شب قدر است، شب 27 ماه رجب. این شب بزرگ، شب عزت، شب سربلندی، شبی را که طاعت عبادت در این شب از 1000 ماه طاعت عبادت که در آن شبهای قدر نباشد پیش پروردگار بالاتر و بالاتر است. برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که این شب قدر برای ما و شما مؤمنان، برای روزه‌داران ماه شریف رمضان، برای قائمین شبهای رمضان به ختم قرآن، شب مبارک، شب قدرشناسی و قدردانی، شب مرتبه و منزلت گرداند. بسیار خواهش میکنم برادرای عزیز کوشش کنید، همین یک شب است. یک شب روز کردن هیچ اشکال نداره. آخه الحمدلله مردای هستند که تمام رمضان به بیداری میگذرونن شباشا، زیرا این غنیمت است. و این شبی هست که از 1000 ماه طاعت عبادت بالاتر است. شبی هست که تا دمیدن صبح ملائکه های رحمت پروردگار تحت سروری جبرئیل امین علیه السلام در زمین هستند و به بندگان خدا سلام عرض میکنند، به بندگان خدا عرض درود و پیام میکنند. شب چنین در 7 آسمان به رحمت باز، ز خویشتن نفس ای پسر به حق پرداز. چه روزها به شب رفت در هوا و هوس، شب بروز کن آخر به شکر و ذکر نماز. همین قدر شبها را به بیهوده گذرانیدیم، عمر به بیهوده رفت. آخه همین یک شب است از برای خدا، همین شب به شکر و ذکر نماز بگذار. مگوی شب به عبادت چگونه روز کنم، محیب را ننماید شب وصال در روز. بهانه نکن که بچه یک شب تا سحر من چخیل میکرده باشم. دعوای محبت داری برای محیب شب وصال در روز نیست. همیشه بچه را شب اول بپرسه خواب شو میبره. یگان لوندی متهم مردنی بابش نباشه دیگرش خواب نمیبره در شب اول شب وصال. و دعوای محبت خدا میکنی همین یک شب قدری قدر شناسی چی مشکلی داره؟ کریم عزوجل غیبدان و مطلع است، گرش بلند بخوانی و گر به خفیه و راز. سری امید فرو دار و روی عجز بمال، بر آستان خداوندگاری بنده نواز. انشاءالله وقت مو به آخر رسید.